دولت امارات اسلامی افغانستان از آغاز کار عملی بزرگترین پروژه شهرسازی در تاریخ معاصر افغانستان خبر دادند. پروژه‌ای که بیش از 17 سال از تصویب آن می‌گذرد. ساختن یک شهر جدید در کابل بزرگترین پروژه اقتصادی و اجتماعی در چارچوب استراتژی ملی افغانستان خوانده شده. طرح و ساخت شهر جدید کابل با حل مشکلات و آرزوهای میلیون‌ها شهروند افغانستان در پایتخت کشور گره خورده است. ماسترپلان یا طرح جامع اعمار شهر جدید کابل توسط مهندسان افغان، فرانسوی و آلمانی کار و در سال 2008 آماده شد. با دنبال آن مؤسسه ژاپنی موسوم به جایکا در مدت 2 سال آن را نهایی کرد و این طرح جامع از سوی وزارت شهرسازی افغانستان نیز تایید شد. تهیه این طرح جامع حدود 60 میلیون دلار هزینه برداشت. حکومت افغانستان نیز مبلغ 27 میلیون دلار را برای اجرای کارهای مقدماتی این شهر اختصاص داد و 10 وزارتخانه و نهاد دولتی زیر نام اداره مستقل کابل جدید مسئول پیشبرد کار این پروژه شدند. طرح ساخت این شهر بر اساس فرمان سال 1385 رئیس جمهور پیشین کشور حامد کرزی از سوی کابینه دولت وی تصویب شد. زیرا شهر کنونی کابل که برای حدود 1.9 میلیون تن ساخته شده و در حال حاضر حدود 4.5 میلیون تن در آن زندگی می کنند و این شهر گنجایش این تعداد نفوس را ندارد. مقامات حکومت پیشین افغانستان برآورد کرده بودند که این پروژه با هزینه 80 میلیارد دلار اجرایی و عملی خواهد شد. آنها گفته بودند که سهم حکومت در ساخت این پروژه بزرگ 5% است و باقی آن توسط سکتور خصوصی هزینه خواهد شد. این پروژه قرار بود تا سال 240 میلادی تکمیل شود، اما به دلایل فساد اداری، غصب زمین، نداشتن بودجه کافی، عدم سرمایه‌گذاری در ساخت زیربناها، مدیریت ضعیف و نداشتن کارگران حرفه‌ای به عنوان مهمترین مشکلات می‌دانند که حکومت در عملی ساختن پروژه ملی شهر جدید کابل ناکام مانده بود. در دولت قبلی غصب و مافیای زمین مشکل بزرگتر از ناامنی در مقابل اجرای پروژه‌های ملی دانسته می‌شد. حدود 16,000 نفر متهم به غصب ملکیت بودند. بیشتر 3 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شده بود و غصب زمین یک وسیله بسیار بزرگ برای به دست آوردن پول‌های مفت دانسته می‌شد. شهر جدید کابل در 740 کیلومتر مربع زمین که برابر با 370,000 جریب زمین در ساحل شمال شهر کنونی کابل موقعیت دارد که تمام ساحات ولسوالی دهسبز و شکردره و بخشی از ساحات ولسوالی‌های قره‌باغ، استالف و کلکان و همچنین ساحه باریک آب ولسوالی بگرام ولایت پروان را در بر می‌گیرد ساخته می‌شود. با وسعت آن نسبت به شهر کنونی کابل تقریباً 1.5 برابر آن است. پروژه شهر کابل جدید در 2 مرحله 15 ساله تطبیق می‌شود و در آن برای 3 میلیون نفر زمینه اسکان فراهم خواهد شد و در مرحله اول برای 1,500,000 نفر 250,000 خانه ساخته می‌شود که ساحات تجارتی، کشاورزی و تفریحی هم در آن شامل است. در اعلامیه این دفتر آمده است که فاز اول این پروژه به 5 بخش تقسیم شده که امروز کار بخش دوم آن آغاز شد. این دفتر میگوید که بخش دوم فاز اول این پروژه در 740 جریب طراحی شده و در آن 3200 منزل رهایشی برای 12,000 نفر اعمار می شود. طبق دستور وزارت شهرسازی و مسکن تمام ساکنان ولسوالی دهسبز به ویژه آنانی که در زمین‌های تحت پلان شهر جدید کابل مصروف کار و فعالیت هستند و به خصوص مالکان داشت‌های خشت خبر داده شده تا ساحه را در مدت 1 هفته تخلیه و در این امر مهم سهم بگیرند. کار ساخت شهر کابل جدید با اشتراک مقامات بلندپایه امارت اسلامی با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و محمد قاسم خالد والی کابل و شمار دیگر از مقامات این گروه امضای قراردادی میان وزارت شهرسازی و مسکن و شرکت ساختمانی خاور به گونه رسمی به تاریخ 26 اسد سال 1402 آغاز شد. طبق گفته مقامات امارت اسلامی افغانستان، پروژه شهر کابل جدید از تمام امکانات عصر امروز برخوردار خواهد شد
و با آغاز این پروژه در کنار فراهم شدن کار و تجارت به تعداد زیادی از شهروندان کشور، ازدحام در شهر کنونی کابل نیز به حد زیاد کم می شود. به امید افغانستان آرام و آباد. سعدالله محمدی هستم. ممنونم از این که کانال ما را برای تماشا کردن انتخاب کردید. شما هم می توانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را در قسمت کامنت با ما در میان بگذارید. و برای تماشای ویدیوهای بیشتر ویدیو را لایک، کانال ما را سابسکرایب و آیکون زنگ را فشار دهید و ویدیو را با دوستانتان نیز شریک بسازید. تا درود دیگر، بدرود.